شاید باور این موضوع برایتان سخت باشد، اما هر زمان که یک کلاغ یا پرنده دیگر احساس ناخوشی کند یا نیاز به نظافت داشته باشد، به دنبال یک نوع درمان طبیعی می‌رود. نه نزد پزشک، بلکه نزد مورچه‌ها. این رفتار در علم جانورشناسی آنتینگ یا مورچه‌مالی نامیده می‌شود. وقتی یک کلاغ به این درمان نیاز دارد، مستقیما به سمت یک لانه مورچه می‌رود. در آنجا بالها و دم خود را کاملا باز کرده و با آرامش می‌نشیند تا مورچه‌ها روی پاها و سپس در سراسر بدنش پخش شوند. اما چرا پرنده این کار را می‌کند؟ جواب آن در مواد شیمیایی دفاعی مورچه‌ها نهفته است. مورچه‌ها یک ماده شیمیایی به نام اسید فرمیک آزاد می‌کنند. این اسید بسیار قدرتمند بوده و دارای خواص ضد باکتری، ضد قارچ و به طور مؤثر ضد انگل است. بنابراین وقتی اسید فرمیک روی تمام بدن پرنده ترشح می‌شود، به پاکسازی پرها و پوست از انگل‌های خارجی کمک می‌کند و از رشد باکتری‌ها و قارچ‌های مضر جلوگیری می‌نماید. این کار برای پرنده حکم یک حمام شیمیایی طبیعی را دارد. برخی دانشمندان فرضیه‌های دیگری مانند تسکین خارش ناشی از درآوردن پرهای جدید یا صرفاً لذت بردن پرنده از این حس را نیز مطرح کرده‌اند. شاید باور این موضوع برایتان سخت باشد، اما هر زمان که یک کلاغ یا پرنده دیگر احساس ناخوشی کند یا نیاز به نظافت داشته باشد، به دنبال یک نوع درمان طبیعی می‌رود. نه نزد پزشک، بلکه نزد مورچه‌ها. این رفتار در علم جانورشناسی آنتینگ یا مورچه‌مالی نامیده می‌شود. وقتی یک کلاغ به این درمان نیاز دارد، مستقیما به سمت یک لانه مورچه می‌رود. در آنجا بالها و دم خود را کاملا باز کرده و با آرامش می‌نشیند تا مورچه‌ها روی پاها و سپس در سراسر بدنش پخش شوند. اما چرا پرنده این کار را می‌کند؟ جواب آن در مواد شیمیایی دفاعی مورچه‌ها نهفته است. مورچه‌ها یک ماده شیمیایی به نام اسید فرمیک آزاد می‌کنند. این اسید بسیار قدرتمند بوده و دارای خواص ضد باکتری، ضد قارچ و به طور مؤثر ضد انگل است. بنابراین وقتی اسید فرمیک روی تمام بدن پرنده ترشح می‌شود، به پاکسازی پرها و پوست از انگل‌های خارجی کمک می‌کند و از رشد باکتری‌ها و قارچ‌های مضر جلوگیری می‌نماید. این کار برای پرنده حکم یک حمام شیمیایی طبیعی را دارد. برخی دانشمندان فرضیه‌های دیگری مانند تسکین خارش ناشی از درآوردن پرهای جدید یا صرفاً لذت بردن پرنده از این حس را نیز مطرح کرده‌اند.